بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستای عزیز، لطیف مهربان هستم. بازم در خدمت شما با یک از ویدیوهای جدید حاضر هستم. البته امید دارم که همه شما جور صحتمند و آرام باشین. خب دوستای عزیز، قبل از اینکه در مورد ویدیو صحبت کنم از شما خواهش میکنم که صفحه فیسبوک ما رو لایک کنید و همچنین اگر کانال یوتیوب ما تا فعلا سابسکرایب نکردین از شما خواهش میکنم تا کانال یوتیوب ما سابسکرایب کنید و از ویدیوهایی که ما آپلود کردم مستفید شوین. دوستای عزیز، چند خبر ما به شما وبسایت معرفی کردم به نام تایم باکس. اگر شما دیده باشین و شما در مورد از این ویدیو بسیار صحبت کردم که شما میتونین با این پول دریافت کنین. البته به این خب طریقه کار کردن شما ان شاء الله فهمیده باشین، به خاطر که ما چند ویدیو در مورد از این جور کردیم. اولا که شما تو اکانت جور میکنین، بعد شما میتونین با این پول دریافت کنین. مشکلی که به بسیاری دوستا با اون مواجه شده بود که ما خب با این کار کردیم، با این پول هم دریافت کردیم، چطور ما پول در افغانستان دریافت کنیم؟ ببینید دوستان، اگه شما در ستینگ بین با در پیمنت متد بین اینجا سعی کنید چند پیمنت متد داشت، یعنی چند قسم به شما پول ارسال میکرد. درست است؟ که پیر است، AirTM است، سکریل است، نتلر است، بیت کوین است، یا پیسه مرا هولد یا خودتان در طریق قدمی خود سایت تایم باکس فیسبوک تان یا چینل یوتیوب تان یا فرض کنید خودتان ادورتایز میکردن. درست است؟ اما قسمی که من یک راه حل باش پیدا کردم که شما یعنی میتونین اگر پیسه شما $100 شوه شما رو میتونین در افغانستان دریافت کنین. به خاطر از شما باید چی کنین؟ AirTM انتخاب کنین. اینجا باید بین در AirTM چی کنین؟ ما شما اکانت جور میکنین. درست است؟ شما فقط مثلا براتون نشان میدم که پیسه رو ببینید. من که پول خود درست ببینید ما 11.25 سنت در یک کار کرده بودم. پیسه خود خواستم، پیسه ما تقریبا 9 روز پیش یا 2 روز پیش ما خواسته بودم. امروز با من پیسه رسید که تاریخ 18 جون است. ببینید 11.25 تایم باکس استرالیان کلیرینگ. درست است؟ ببینید از طریق خود کمپانی تایم باکس اومده. حالا ما شما با شما نشون میدم شما چطور میتونین با همین سایت AirTM اکانت جور کنین. درست است؟ ببینید اول شما چی کنین؟ اینجا نوشته کنین AirTM. درست است؟ اینجا چی میکنین؟ این را انتر کنین. وقتی که این انتر کردین اینجا چی میکنین؟ میان دلار میگن. درست است؟ اما اکانت که جور میکنید باز ما جاین کلیک میکنیم. وقتی که جاین کلیک کنیم ببینید چند معلوماتی از ما شما میخواید. اول ببینید individual or business. اینجا ما شما چی میکنیم؟ individual انتخاب میکنیم. اینجا چی میکنیم؟ ما شما ایمیل خود ما شما میتونیم. درست است؟ ایمیل من ایمیل خود میتونم ببینید. I'm not a robot. ببینید اینجا به شما ما شما چند سوال میکنم. اینجا ما شما چی میکنیم؟ کلیک میکنیم. درست است؟ فکر کنم که نکرد ما شما. درست است؟ فقط چی میگن؟ create account میگن. ببینید چی میگه ما با شما یک ایمیل سند کردیم در ایمیل آدرس تان. درست است؟ حالا ما شما چی میکنیم؟ جیمیل میم. ببینید در جیمیل خود ما شما که بهم دفعه اینجا با ما شما چی کرده؟ این لینک را کرده یا ببینید دوست عزیز این خو یونو سرویس. درست است؟ یونو است. و شما منتظر میمونیم ببینیم که ایمیل چرا با ما شما نامده. یه مو ایمیل ما هست؟ نه بلکه ایمیل ما نیست، ایمیل ما نیست. درست است؟ بالا ایمیل ما کلیک میکنیم. ببینید شما AirTM. ببینید از AirTM با ما شما شده ایمیل آماده. وقتی که از AirTM با ما شما ایمیل آماده ما شما چی میکنیم؟ ببینید verify ایمیل میگیم. درست است؟ یا چی میکنیم؟ این رو بند میکنیم. ببینید منتظر باشیم دوستای تاهی لود کنه. ببینید ایمیل ما شما چی شد؟ کنفرم کرد. آل ما شما چی میکنیم؟ اینجا چی میکنیم؟ ما شما پاسورد چی خود میتونیم با می اکانت AirTM خود. درست است؟ پاسورد شد. اینجا چی میکنیم؟ ما شما پاسورد خود کنفرم میکنیم. درست است؟ ببینید پایین میم باز چطور پایین هم کار داره. درست است؟ اسمتون میگم چی است؟ ما میگیم اسم ما لطیف است. اسم آخرتون چی است؟ میگیم اسم لطیف. ما آخر ما خان است. درست است؟
کنتری میکنیم افغانستان رو باش انتخاب میکنیم. اینرس لاین یک برش فرض کنیم شهر نو. اینرس لاین رو میتونیم فرض کنیم حاجی یعقوب سکویر. همون 4 یعقوب سیتی. کابل استیت هم فرض کنیم کابل. اینجا پستال کد برش میتونیم 1003. اون نمبر هم فرض کنیم شماره تلفن خود برش میتونیم. درست است. برده و چیزها رو ماش میکنیم. اینجا برش میتونیم شما برده و چیزها رو کوشش کنین دقیق باشه. درست است. جنوری مارچ انتخاب میکنیم فرض کنیم 1995 برش انتخاب میکنیم. این مشکل نیست. ببینیم که بدون شماره انتخاب میکنم. ببینیم بدون شماره انتخاب نکنم. این یک شماره خودم میره وریفای میکنم. درست است. ببینید دوستان وقتی ما شماره خود دادم اون رو کرییت اکانت گفتم ما شما اومدیم در اینجا آردی ما شما چی میتونیم ما شما عکس خودم میتونم که تصویر خود بیاریم اینجا تصویر خود اینجا تصویر ما شما چی میکنه نشان میده. باز میگه دوستان عزیز از این طریق ما شما میتونیم باز پول هم دریافت کنیم. فرض کنین وقتی که در قسمی که در اول براتون گفتم در سیتینگ چی که آمدین تایم باکستان اینجا فقط این پیمنت متد AirTM انتخاب میکنین. فرض اینجا چی میکنه ولی اونجا که ما فرض کردم لطیف کابل لطیف بود چی بودم ما ایمیل لازم بود اون ایمیل میپردین فقط چی میکنین پیمنت چی میگن اپدیت پیمنت متد میگن. فقط شد اینجا که $10 شد اینجا تایم باکس $10 شد مستقیما چی میگن ظرف 24 یا 48 ساعت می اکانت AirTM تون می بعدش ما شما وقتی که میخواستیم اینا بکشیم فرض پیسه با ما شما مطالعه میخوایم میره ما شما بکشیم چی میکنیم اینجا در اریا ویدرا میم. درست است. اینجا من ویدرا را کلیک میکنم. ویدرا را کلیک کنیم ببینید ما شما آپشن چی میده آپشن افغانستان میده. شما بالا افغانستان کلیک کنید ببینید چی براتون میگه لیمیت اینجا $100 است. $100 که شد وقتی $100 شد اینجا باز شما چی میکنید رو معلومات بانک از شما میخواد که اکانت نمبر است و نام اکانت هولدر است. درست همین چیزا رو میخواد اپدیت میکنین بعد شما چی میتونید که پولتون از طریق اکانت AirTM در بانک افغانستان پولتون دریافت کنین. دوستان عزیز این بود ویدیو امروزی ما در مورد اکانت AirTM که شما چطور میتونین اون پولی که در وبسایت تایم باکس دریافت کردین امور شما در افغانستان دریافت کنین. البته دوستان عزیز نگفتنمونه که من لینک از این وبسایت شما در دیسکریپشن شیر میکنم. شما بالا همون لینک کلیک کنین از طریق اون براتون اکانت جور کنین. دیگه دوستان عزیز تا ویدیو بعدی همتون رو به خداوند میسپارم. وقتتون خوش. اگر چیز مشکل داشتین شما میتونید در کامنت با من شریک کنین. خداحافظ همتون.